لیکفروا بما آتیناهم، لیکفروا ای مطلب لیکفروا که ناسپاسی کنه بما آتیناهم، به اون نعمتایی که الله میگه ما برش دادیم، نجات از تکلیف، تمام نعمتای دیگه که در زندگی مشاهده میکنه کلش ما دادیم، اما این نعمت را ناسپاسی کرده میره، این نسبت نعمت به مخلوق میکنه و او را حاجت روا و مشکل کشا میدانه. فتمتعوا، الله میگه خیر است نفع بگیری، امی ظلمتان امی گناهتان تقاضا میکرد که امی دستی در زمین فرو میرفته، اما الله متعالی کار نمیکنه. فتمتعوا نفع بگیری خیر است. فسوف تعلمون، زود است که بفهمی ای علم براتان حاصل شود توسط مردن که کسایی را شما حاجت روا میدانستی، قابل پرستش و نظر و نیاز و دعا میدانستی و قابلیت زیره داره یا نه، مستحقش است یا نه، عالی براتان معلوم نمیشه. و یجعلون لما لا یعلمون، الله میفرماید میگردانن لما لا یعلمون، دو مطلب داره برای او بتایی که یا او معبودایی که لا یعلمون هیچ اطلاع خیر و شر از پیشش ندارن، هیچ توقع، و مردم ها برشان همی قدر ذره خیر و شر رسانده نمیتونه، برای طور مردم نصیبا حصه میگردانه از مال و اولاد خود، مما رزقناهم، از آن چیزی که ما برش روزی دادیم، ما برش روزی دادیم. بالکل همونطور است. این درخت به نام آقا صاحب است، این مال این گوسفند آقا صاحب است. ای نه، شما رموالا را ببینه پرسان کنه، حتما برش خواست کرده، نسلی از دور همونطور و نگاه میکنه، چوچایش که پیدا میشه در چیسته در آقا صاحبا میده. شما تا آلی را مردم در افغانستان همینطور است، آقا صاحب میره سال ده سال قلنگی خود میاره، چی را در پشتو برش نیازی میگه، دادا آخونزاده صاحب نیازی ده. نیازی چیسته؟ آخونزاده صاحب چی کرده؟ در گندمی خود، در میوه خود، در همه چیز برای ازو حساب مقرر کرده. قرآن صراحتا میگه همین مردم، همین پیرای بدبخت چه قسم مردم گل زده در تاریکی نگاه کردن، سالا مال منال مردم خوردن، کاش که یک حدیث پیغمبر، یک دعای پیغمبری را برش نشان میدادن، فقط به سجده کردن خود دعوت. عجیب است. خب بله، همین دیک همی شلغم، امو مردم و همین مردم جاهل که قرآن دشمنی قرآن هستن و پشت خوا دویده رایستن، اونمو مردم قطع مزوا میزیبه که کل عمره تا دری پیرا بسایه پیشانی خود در روز قیامت باز برش معلوم میشه که چی نجات داده میتونه یا نمیتونه. برشان که قرآن میگه عقیده توحید بیان میکنی، دشمنیت است. وای اینطور است. قرآن کریم میگه ما بابایم الله مغفرت نصیب برش بکنه، بادام داشت 3-4 زمین، یک درخت خاص بود از آقا صاحب. آقا صاحب هم از کابل در زمستان می آمد، دمی برف و باران، قرار صندلی گرم بخاری گوشت قاق برش بار، وقتی که پس می آمد 4 جواله پر میکرد، چی بادام و چارمغز و گوشت قاق و قروت و کشته و ایگه پاره. آقا صاحب است. چی میکنه یا آقا صاحب چی داره؟ با والدی خود گفتم که یا آقا صاحب پایچش کشال است، این چی رقم نماز بخونه؟ من فکر کردم کتاب فقه را خوانده بودم، خرد بودم. و مادرم چی میگه؟ این گپا نزنی که حالی تباه میشی. عجیب است. میفهمه. نعوذ بالله. الله بسیار شکرگزاری الله را میکنیم که الله از این شرکا ما را نجات داد. یقینا چه عقیده مزخرف. امیالی شما بری فرقه ها و گروه هاست که اینمی عقیده را داره. از خاطر ما براتون میگم که دلسوزی سری مردم بکنه. این مردم نمیفهمه تعالی را. امی آقاها را همینطور از پیش راست داره که پرسان نکن. با او چوچش ولو که در زنا ببینه یقین بک اگر چیزی برش بگه نمیگه برش. نعوذ بالله. تا این اندازه را ببینی قرآن خود بیان میکنه برای ما. و یجعلون لما لا یعلمون، میگردانن برای معبودایی که لا یعلمون، خود از پیشش اطلاع خیر و شر ندارن، خودشان میفهمه که خیر و شر نداره، نصیبا حساب میگردانه. یک معنی است. دوم و یجعلون میگردانن لما برای معبودایی که لا یعلمون، هیچ عقل نداره، هیچ شعور نداره، سنگ گیگا پا کلش یا است که مرده ها باشه، او خود نمیدانه از حالتی تو، از حاجتی تو، از مشکلی تو میدانه. نصیبا یک حصه مما از آن چیزی که رزقناهم ما برش روزی دادیم، به نام از او نظر میکنه. الله چی میفرماید؟ تالله قسم به الله لتسالن، خامخا قسم هم آورد، لامی تاکید هم آورد، باز در لتسالن لامی تاکید آورد، نونی تاکید آورده. الله متعال میفرماید لتسالن، خامخا از شما سوال کرده میشه، اما کنتم تفترون، از آن چیزی که شما دروغ جور کرده بودی، میگفتی یا ناز داناست، بعضی ایسه ها قدرت ها پیش از یوم است، اولاد داده میتونه، شفا داده میتونه. این دروغ ها را از کجا جور کرده بودی؟ نازدانگیش از کجا ثابت کرده بودی؟ نه کی را میگفتی ناز داده؟ این شخص است، این شخص بزرگ است. این از کجا؟
و یجعلون لله البنات سبحانه. بله این بدبختا عجیب حماقت میکنن، یک دفعه خودشان قطعی دخترها دشمن، اما به الله باز دختر ثابت میکنن. مشرکین مکه برای الله دختر قائل بودن نعوذ بالله، و ملائکه دخترها میگفتن. با تاسف که امو انگیزه ها تعالی را باقی است. و یجعلون لله میگردانن، از جمله شرکشان است که میگردانه برای الله البنات دخترها را سبحانه، پاکی برای الله است. چقدر گپ خراب و احمقانه است نعوذ بالله. و لهم ما اشتهون، برای خودشان آن چیزی است که خوشی خودشان میه، چیزی که پسند خودشان است به خود ثابت میکنه. به الله امو چیزی پسندیدی خود به الله ثابت نمیکنه. آلی الله امو حالت عرب بر ما بیان میکنه که کدام حالت بوده. ما که بار بار میگم خواهرها را که به الله قسم بدون نظام اسلام اگر شما سپاسگزاری کدام نظام دیگر را میکنی کافر هستی، کافر میشی. به خاطر که اسلام است که شما را حیات و زندگی و عفت و عزت داده، هم به مردا هم به زنا. تنها زنا نه، به مردا که کدام انسانیت تعلیم داده، راه و روش انسانیت نشان داده نظام مقدس اسلام است. دیگه حیوانیت است. دیگرها خو فقط تو خواهر چی جور کرده نعوذ بالله، سامان بازار برای پورا کردن شهوات خود تو را یک وسیله جور کرده، خیر و خلاص. دوم مال و متاع خود توسط چی بگوید چهره جالب و جذاب تو سری مردم بفروشه. دیگه کدام کاری خو نکرده. چی کرده برای هنوزه؟ ما به او خواهرایی که امروز داد از دموکراسی میزنه و در دامن غرب همینطور تربیه میشه و برای ازوا چی میکنه نعوذ بالله تبلیغات برای ازوا کرده رایسته. همین اعلانم است که او خواهرم ارزش اسلامی تا در نظر بگی که الله غضب خود سرت روان میکنه. تو که به اسلام قناعت نکردی، به ارزش اسلام قناعت نکردی، بدانی که عذاب الله و غضب الله دامنگیرت است. نکو خدا عرضه به این گرگای ظالم نکو. این گرگای ظالم تو یک دفعه زندگی اروپا و غرب یک دفعه مشاهده کو که اونجا زن چی حیثیت داره، چی قدر و قیمت داره. روزگاری که تو زن در کل تمدن ها، نه فارسیا، نه رومیا، نه نصارا، نه یهود، در هیچ روزگاری تو حیثیت نداشتی. در مو روزگار الله متعال حق و حقوقی تو را اعلان کرده. و امروز زشتی مردم عرب بیان میکنه که کدام خشونت داشت. چقدر دختر در خانهشان پیدا شدن چی ننگی بی جای برشان بود، لکه ننگیر بود که حتی آوازش از پیدا شدنش قناعت نداشتن که بشنون تا کدام اندازه را. اما باز به الله چی میکنه نعوذ بالله؟ به الله چی را ثابت میکنه؟ دخترها را. امروز مسلمانای ما خودشان قطعی خود شریک قبول نداره، هر مال میخوان که باید مستقل از ما باشه. اگر خانه جور میکنه میگم هیچ کسی برابری ما خانه خوب نداشته باشه، موتری خوب نداشته باشه. تمام روزگاری دنیا را یا به خود به تنهایی میخواه، اما برای الله نعوذ بالله شریکا میخواه. این مردمی قدر نعوذ بالله ظالم است که چیزی را به خود پسند نمیکنی، به الله متعال نسبت میکنی، الله او را یادآور میشه. و اذا بشر احدهم بالانثى، زمانی که بشارت داده میشه خوش خبری برشان به پیدا شدن طفلی که او مؤنث است، الله او را داده احسان کرده، ظل وجهه میگرده روی آدم مسودا سیاه و هو کظیم، این در حالی که پر از غم و غصه است اما شکایت کرده نمیتونه. یتوارا من القوم، میپوشانه خود از قوم، من سوء ما بشره، از شرم آن چیزی که، از لکه ننگین آن چیزی که بشره بشارت خبر داده شده بی به او چیز. یعنی دل خود قطچی میکنه، امیتر ذوب میکنه از دستی که چرا این خبر برام رسیده. ایمسکو، آلی تفکر میکنه در فکری عزیزتا که نگاه کنه ایرا، یعنی علاهونین به بسیار ذلت، یعنی با امرای تمامی رسوایی، خود این رسوایی را فکر کرده. ام یدسه فی التراب، یا گور کنه ایرا بپوشانش در خاک. الا ساء ما یحکمون، الله می فرماید خیلی بد است ما آن چیزی را یحکمونه، کدام تجویز یا فیصله که یا کرده، این سخت بد فیصله است. عجیب است که خود دختر حتی خوش نداری اولادت باشه، اما برای الله اولاد، ملائک اولاد معرفی میکنی. اول موضوع ملائک خو از نور پیدا شده و خو مذکر مؤنث نداره. شما باور به الله بکنید تا حالی را در مسلمانان یک عقیده وجود داره، ملائک فرشته نامش مؤنث میمونه، نامش مؤنث گذاشته به خاطر ازی، بلکه ایره چی میکنی؟ در عام مردم ای چی است؟ یکی دیو است، یکی پری. دیو جنیات است، پری ملک است. از همون خاطر در قوطیای گوتکای تاریتان
شکل انسان نداده بود، پرا را برش جور نکرده و شکل دخترا نبود. این دوها در هندوستان و گوتکا جور میشد، تختکاش تا اینجا را میرسید و مردم همین عقیده را داره. تا آلی را ملای مزخرف در سر منبر مسجد کسی از زیر میکنه که پری بود. پری چه پری کدام است؟ ما سه نوع مخلوق در قرآن بر ما ذکر شده، ملک، جن، انسان، دیگه چیزا نیست. این بدبختا که خود در مسند سادات شمار میکنه و لعنت الله سر این مردم که نام پیامبر علیه السلام، نسب پیامبر علیه السلام بد میکنه. ما سر از به خاطر لعنت میگم که پیغمبر به خاطر محوی مزخرفات آمده بود، این به نام نسب پیغمبر مردم در تاریکی انداخته در شرک. چی برش میگه؟ ام صبیان است، کودک صبیان است. این صبیان چی معنی؟ صبیان خو در لغت عربی صبی چی طفل میگن. این صبیان از کجا شد؟ تعجب انواع واهیات در پیش مردم است، تعالی را مسلمان ها برش روان است. اما این ملای ما، این ملک و آجی ما گاهی هم جلسه نگرفتن که در این قریه ما اینمی بدبخت وجود داره. مردم در شرک مبتلا کرده، مردم نعوذ بالله احمق ساخته، یک روز در مقابلش قیام نکرده. لیکن مولا صاحب فقط قطی ملک صاحب آجی صاحب در مورد رفع الیدین جرگه ها میکنه. تو نزد الله تعالی رفته نیستی، الله از پیشت سوال میکنه. دیگهش میخزه دفاع از نوروز میکنه. و بدبخت دفاع از نوروز میکنی؟ دفاع از دین بکو که مردم در شرک مبتلا شده. این مردمای بدبخت که به نام سید، نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرمانده، به پیغمبر علیه السلام نسبت این نعوذ بالله این مزخرفات میکنه، در سری از او برو. اگر یک نفر پیدا میشه و میره و تصویر برداری میکنه، امورم سعی که ملت جمع شد، بیا ببین برنامه شمی طور بود یا نه؟ ملت جمع شد سرش که بند شود، بیا ببین بند شد. چرا که سبب هوشیاری و چی بیداری مردم میشد. اونجا زمو آقازاده سوال میکرد توحید نمیشناخت. خود تو خو آغازتی هر چیز میدی تو بخون اللهم اینا، دعای قنوت یاد نداشتن، قل هو الله را یاد نداشتن. شما دیده که چه حالت بود. این مردم بیچاره تا آلی رم سرنوشت نیکبختی و بدبختی خود از وا میدانه. دو دانه کاغذه کتو داده، دو دانه چیسته چوبکا را برش داده، ایره دودک و ایره اینطور که در دین اسلامی دوده از کجا آمده؟ این سوشت از کجا آمده؟ این گپا در کجا بود؟ این از کجا میکنن؟ شما ببینید ملت تباس، ملت در بدر است، ملت دینمی عقیده غرق است رفت کلش. جنازه همونطور خوانده میشه. جنازه او یک دفعه سوال کو که الله را شناخته یا نه؟ الله را میشناخت به یگانگی یا نه؟ تو جنازه شخوانده رایستی. مولا صاحب نکو مقابل سنت رسول الله را نکو که الله ذلیلت میکنه. نکو در مقابل مزخرفاتی که کلگی اتفاق داره که مزخرف است، کلگی اتفاق داره که شرک است، بدبختی است، مقابل از او باید دست با هم بدیم، از بین ببریم. تو فقط جلوگیری سنت رسول الله را گرفته رایستی، جلوگیری از ترجمه قرآن کریم. یک دفعه بی حالته تا آلی رای گپ عقیده در بین مردم است که ملائک معنیس است. مردم ما از عقیدهش خبر نداره، مومن بهی را نمیشناسه، ارکان ایمان چند از شما باور به الله بکنیم ملا نمیشناسه، بری پرسان کنیم. الحمدلله آلی کتاب آمده شرح ارکان اسلام درس حدیث شد، مردم فهمید که ارکان ایمان چیست، ایمان چی را میگه. تا آلی را کلانایتان شما سوال کنه آمنت بالله را براتون میخوان، آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته و قبلت جمیع احکامه و ارکانه میگه. کلمه ارکانه را قطعش یک جای میکنه. چرا؟ در آخر قاعده بغدادی و 4 کتابای کنه چاپ در آخرش همی بود. در جای ازی که ارکانه بگویه ارکانه او را هم قطعی صفت ایمان مجمل داخل میکنه. حالا که علایده است. باز رکن ایمان دو چیز معرفی میکنه، یکی تصدیق قلبی، یکی اقرار زبانی، عمل کشیده شدگی است. شما ببینید حقی ایمان نیست در مردم. چطور بگویید؟ در بدری بزرگ است. اگر ما نپرداختیم، ما دلسوزی نکردیم، ما محنت نکشیدیم، این ملت تباس بیچاره. ملت اینمی چیز دین برش معرفی کرده، به اینمی قسم روان است. ما از او خاطر بار در مسئله شرک و توحید بسیار من احساساتی میشم، یقینا بسیار زیاد احساساتی میشم. چرا؟ به خاطر که ملت نمیفهمه. تو یک دفعه صرف به خاطر امتحان یک مرتبه از همین مردم پرسان بکن، از این مردم فقط برو یک چند سیاسر، یک چند مرد پرسان که ریشتفی داره که و چه قسم عقیده داره. الله متعال میفرماید که یا ملائکه بالله از امو خاطر شکلای بتا را نعوذ بالله به شکل زن جور کرده بود، به شکل زن جور کرده بود. باز از او خاطر رختای زنانه‌ای را و گپا را میپوشانی دوره. اینمی ملائکه. چرا؟ یا میگفتن ای تو نمیگفتن که عبادتی مستقلی از یارم میکنیم، لا نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما میگه ایره که پرستش کنیم، نظر بنامش کنیم، طواف کنیم، ملائک خوشحال میشه. و ملائک و مخلوقی کی است؟
بگیم دخترای الله است، نازدانای الله است و با سفارش ما را میکنه. امروز همینطور است. قبرای اولیاء هم نیست، به الله معلوم که ولی است به ایمان مرده یا بی ایمان مرده. اکثر قبرها همینطور است، تاریخش کس نمیفهم از کجا است. من شک دارم که نعوذ بالله چیزای دیگه در اونجا گور نباشه. لیکن باز در سر قبرش کدام رخت است؟ رخت مردانه است یا زنانه ای؟ امروز عقیده مردم همینطور است. کل زیارت ها را ببینه، اگر رخت زنانه سرش هوار نبود، زن چه حیثیت داشت قبل از اسلام، قبل از آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قرآن بر ما توصیف میکنه، بیان میکنه. و اذا بشر احدهم بالانثى، زمانی که خبر داده میشه برشان، شیرینی خورده میشه به یکی دختر پیدا شده، ظل وجهه مسودا، رویشان مکمل سیاه میگشت از دست غم و غصه که چرا این خبر بر ما رسید. و هو کظیم، در حالی که پر از غصه می بود. کظیم کسی را میگه که پر از غصه است. مردم که میگه که دل مینیقه پوندیده، پوندیدن دل میگه. اقدر این اهانت میپنداشتن که یتوارا من القوم، از قوم خود پرت میکردن دور، من سوء ما بشر بهی، از بدی و زشتی و شرم آن چیزی که برشان خبر داده شده بود. بعد از او تصمیم میگرفتن که را نگاه کنه، با برداشت امی قدر ذلت و رسوایی و شرم ننگ و یایسته که زنده به گور میکنه. این جاهلیت قبل از آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما امروز بیبی مسلمان بیبی که حالی چطور است؟ هو به هو امین ما عمله در بین خانه های مسلمان نیست. با شنیدن آواز دختر راستی تا نبگه خوش میشه یا خفه؟ خفه. نه، بدبخت های دیگه پیدا شده، امرای معاونین شیطان، دکترای شیطان لعنتی پیش میره معاینه میکنه، باز سقط میکنه به خاطر که دختر است. و دکتر تو مخلوق الله را چرا قدر توهین میکنی؟ تو از کی پیدا شده ای؟ تو را به الله قسم پدرت محبوب است یا مادرت؟ کدامش قدر داره؟ چرا اینطور میکنی؟ با مخلوق الله ظلم میکنی. این بدبختای جنایتکار میایم میگه دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق. همینجا دو خواهر آمده بود مستخدمین امی یک مؤسسه الحاد و کفر امریکا، به مردم حقوق بشر تشریح میکنه. اینجا آمد در مدرسه امام لکچر داد و تقریر کرد حقوق بشر، حقوق بشر. الحمدلله خواهرها سر سوال کرد که حقوق بشر، ما سوال کردم میتونه؟ گفت بله. گفتم سقط جنین چطور است؟ جنین بشر است یا نه؟ ای چرا؟ افغانستان طور است که قانون نداره که اینجا جنگ است. من گفتم خواهرم جنگو اما امریکایی که قانون داره، نظام داره، هر چیزش برآورده است. سقط جنین دوجه میشه. ما از افغانستان سوال نمیکنیم. حقوق بشر. تاسف نمیکنم که تو خواهر آمده لکچر دنیای کفر برای مسلمان به خواهری که تفسیر میکنه برای زود داده رویستی. ما گفتم همونطور برش بگم. گفتم در آخر که کاش که شما از اسلام تبلیغ کنی برای مردم که اسلام چی حق داده. ما برش گفتم که خواهرم امیر کی تضمین میکنه خو که بعد امیر ظلم نشوه، حقوق بشر پایمال نشوه. تضمین وجه اسباب تضمینش برام بگو. سکوت کرد دیگه. بیچاره جای با جای باقی موند. کی تضمین میکنه؟ حقوق بشر از کلگی قبول داره. کی تضمین میکنه؟ ی امریکایی که حمله کرد در اینجا در افغانستان تا آلی را به هزارها طفل زنا همونطور در حالت خواب شهید شدن. ایره کی جواب میده؟ این حقوق بشر سرش ظلم نیست؟ تو چرا نمیفهمی؟ حقوق بشر 4 روپه برات میده، خود مست استی که من این حالی تبلیغ کرده رویستم. برای اسلام تبلیغ کن، نه برای کفر. چرا اینطور میکنی؟ چه حالت است؟ این حقوق بشر. ما گفتم که در دنیا نظام توسط عقیده میاد. تا وقتی که نفس خودت سری تو پلیس نشوه و تو را کنترل نکنه، نمیتونه دنیا و قدرت ها تو را مانع بسازه. این دنیا و قدرت در یک مملکت امن پیاده کرده نمیتونه. در افغانستان امن آورد؟ جنگ از بین رفت؟ چندین سال میشه با کلی قوت و نیروی خود. چقدر پول نیست که مصرف نکرده، آلی در حالت فرار است، بیچاره پر کرده نمیتونه. کی را اصلاح میکنه؟ اصلاح توسط عقیده میشه. دین اسلام، نظام اسلام به می خاطر آمده که هر کس انگیزه و عقیده داشته باشه، عقیده او را کنترل میکنه. خیر، امروز مسلمانای ما همینطور است. خود مسلمان میگه لیکن این کارا میکنه، افتخارانه میکنه. دکتر باز افتخارانه برش این کارا میکنه. و دکتر تو قتل میکنی، تو قاتل هستی، قاتل. فتواهای یک تعداد مردمای آسانگیر پشتیشته نکن. من میگم که در روزی که نطفه انتقال میکنه در رحم مادر، بعد از اسقاطش نارواست. اونمو قابلیتی چی را داره؟ انسان داره.
تو باید از بین نبریشه.